شیلنگ‌های کس ترکیه پروفشنال 3/4 و 2 تا 1/2. شیلنگ خودش هم ببین اینجا کلا رسوب بسته. اینم اورینگیه که گیر کرده بود تو خروجی آب گرم، یعنی آب گرم این که از پکیج میره تو واحد، این گیر کرده بود داخل شیلنگ و باعث افت فشار آب گرم میشدش. هم باز کردیم و شیلنگای جدید رو ببندیم. شیلنگا تعویض شد، شیلنگای پکیج کلا تعویض شده، 4 تا شیلنگ و محافظ پکیج مدل پات با گارانتی 2 ساله، کارت الکتریک. پکیج هم یه نشتی داره، بریم دنبال نشتی پکیج ببینیم این آبی که میچکه از کجاست. محافظ نصب شد، شیلنگ ها تعویض شد، نشتی کامل گرفته شد. نشتی که از پمپ داشتیم به مبدل ثانویه، یه نشتی ریز داشتیم و این اورینگ که جلوی فشار آب گرم رو گرفته بود. الان فشار آب گرم به قدریه که کل این سینک دستشویی رو پر کرد، آبم جوشه. نگاه کنید فشار آب گرم رو من آب سرد میکنم، اصلا فشار آب سرد و آب گرم هیچ توفیری با هم نداره، جوش آب.